شما دارید قسمت 23 مجموعه صحبت‌های دفاع عقلانی از دین رو میشنوید. این صحبت‌های دفاع عقلانی یه حالت سریالی دارن و هر قسمتش به قسمت‌های قبلی وابسته است. پس اگر این ویدیو رو دوست داشتید، حتما قسمت‌ها رو از اول پیگیری کنید تا کامل موضوعی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم دستتون بیاد. ذهن ما پر از پیش‌فرض‌های دنیای مدرنه که اصلاً نمیدونیم داریمشون. یکیش اینه که هرچی جدیدتره حتماً بهتره، یا این یکی هیچ حقیقت قطعی وجود نداره، همه چی نسبیه. این پیش‌فرض‌ها از کجا میان؟ از هر چیزی که دور برمونه، از مدرسه، رسانه، جامعه. اگه یکی بگه دین، فوراً میگیم غیر منطقیه. چرا؟ چون قدیمیه؟ چون مفاهیمش از هزاران سال پیش اومده؟ آیا هر چیز قدیمی اشتباهه؟ یا نه چون با قطعیت حرف میزنه؟ یعنی هیچ چیز قطعی در جهان وجود نداره؟ همه ادیان از مسیحیت و اسلام گرفته تا ادیان شرقی راهی رو برای زندگی بهمون نشون میدن که ما توی وجودمون احساسش میکنیم. اما جهان مدرن با همه پیش‌فرضاش ما رو از ادیان محروم کرده. اگه این پیش‌فرض‌ها اشتباه باشن چی؟ اگه حقیقت دقیقاً بیرون از این دیوار ذهنی باشه که برامون ساختن چی؟ اینجا کانال دفاع عقلانیه، جایی که ما سعی می‌کنیم پیش‌فرض‌هامون رو کنار بذاریم و از دین به عنوان یک راه زندگی و یک مرجع عالی برای پیدا کردن پاسخ‌های درست دفاع عقلانی کنیم. یه راه رایگان برای حمایت از کانال دفاع عقلانی هست، اون هم لایک کردن، کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن کاناله. پس اگر از مباحث دفاع عقلانی خوشتون میاد و دوست دارید ادامه پیدا کنه، حتما با لایک، کامنت و سابسکرایب از کانال خودتون حمایت کنید. خب توی قسمت‌های گذشته یکم راجع به مسائل اساسی خداشناسی و مفهوم واجب الوجود صحبت کردیم. دیگه دوباره نمیخوام برگردم واجب الوجود رو توضیح بدم. حتما قسمت‌های قبل رو ببینید تا چیزی از قلم نمونه. ما در ادامه صحبتمون اینو گفتیم که این بحث‌ها هنوز جنبه فلسفی دارن. نمیشه گفت که ما اومدیم بحث دینی کردیم مثلا، و یه فاصله بین بحث‌های فلسفی و دینی هست. و اینم گفتیم که ممکنه یه نفر تمام حرفایی که ما اینجا به عنوان بحث‌های فلسفی درباره وجود خدا میگیم رو قبول داشته باشه، ولی دیندار به معنای متعارف نباشه. همین الان آدم‌هایی هستن که موضعشون همینه. میگن ما خدای فلسفه یا همون واجب الوجود رو قبول داریم، ولی به هیچ دینی معتقد نیستیم. ما تو این بحث‌های دفاع عقلانی وقتی از دین صحبت میکنیم، بیشتر منظورمون همون ادیان ابراهیمی هستن و خب طبیعیه که اسلام رو از بقیه ادیان ابراهیمی کاملتر میدونیم. ادیان به طور کلی خیلی مشترکات دارن، ولی خب یه جاهای هم با همدیگه تفاوت پیدا میکنن. مثلا تصویر خدا توی یهودیت و مسیحیت بعضی جا خیلی حالت انسانی به خودش میگیره و خب دفاع کردن از یه همچین تصویری عاقلانه نیست. در نتیجه ما به طور کلی منظورمون از دین همون اسلامه، گرچه موضوعاتی که تو الان گفتیم و در آینده هم میگیم میتونه به درد هر آدم دیندار مسیحی یا یهودی و حتی بعضی جاها ادیان شرقی هم بخوره، ولی خب ما جهانبینی دینی که بهش معتقدیم اسلامه. حالا میخواستم اینو بگم که درسته که ما اومدیم یکم بحث‌های خداشناسی کردیم و گفتیم که اعتقاد به خدای فلسفه یا همون واجب الوجود یه اعتقاد عقلانیه، ولی اعتقاد داشتن به خدای فلسفه برای دفاع عقلانی کردن از دین کافی نیست. لازم هست ها، ولی کافی نیست. مثلا یه نفر ممکنه بگه که اتم‌ها واجب الوجود هستن، یا یکی مثلا بگه که انرژی واجب الوجوده. یعنی میخوام اینو بگم که در واقع ما هنوز وارد این بحث نشدیم که این واجب الوجود چیه. اصلا آیا این واجب الوجود همون خدایی هست که ادیان میگن، یا اصلا هیچ شباهتی بین واجب الوجود و خدای ادیان هست؟ تا اینجا ما گفتیم که نمیتونیم وجود هستی جهان رو توجیه کنیم مگر اینکه معتقد باشیم موجود یا موجوداتی وجود دارن که برای وجود خودشون نیاز به علت ندارن. چرا حتما باید این فرض رو بکنیم؟ چون اگر این فرض رو کنیم که هر چیزی یه علتی باعثش شده و فرض نکنیم که حتما یه واجب الوجودی هست، مثل اینی که یه سری وسیله داریم که اینا از آسمون آویزون شدن، بعد بگیم که خب اینا به چی وصل شدن که همینجوری آویزونن؟ بگیم به هیچی. این نخی که اینا بهش آویزونن تا ابد ادامه داره، که خب این نمیشه دیگه. بالاخره یه جای این نخها باید به یه چیزی وصل باشن و ما فرض کردیم که نخ هستی به واجب الوجود وصله و این تنها مدل منطقی بود که میتونستیم فرض کنیم. خب حالا قبل از شروع بحث یه لحظه به این سوالی که بعضیا مطرح میکنن دقت کنید. میگن اگه شما معتقدین که خدا جهان رو خلق کرده، پس کی خدا رو خلق کرده؟
اون کسی که این سوال رو مطرح میکنه انگار اصلا موضوع رو نگرفته که چیه. ما از لحاظ منطقی گفتیم که با توجه به اینکه هر چیزی و هر پدیده یه علتی باعثش شده، اگر بخوایم وجود جهان رو توجیه کنیم باید یه چیزی در ابتدا باشه که اون دیگه یه چیز خاصی باشه که برای وجود خودش نیاز به علت نداشته باشه. حالا کاری به اسمش نداریم، واجب الوجود باشه یا خدا یا اصلا هر چی. دیگه نباید کسی بپرسه که خب پس واجب الوجود رو کی خلق کرده؟ واجب الوجود دقیقاً همون وجودیه که ما فرض کردیم به یه شکلی برای وجود خودش دیگه نیاز به هیچ خالقی نداره، همینجوری هست. پس این سوال که چه کسی خدا رو خلق کرده خیلی سوال بی ربطیه. البته خب ما هنوز هیچ صحبتی نکردیم که واجب الوجود چیه؟ چه جور چیزیه؟ یعنی آخه چجوری میشه چیزی باشه که نیاز به هیچ علتی برای وجودش نداشته باشه؟ اصلا یه دونه واجب الوجود داریم یا چند تا داریم؟ خب از اینجای بحث بعد میتونیم راههای مختلفی رو بریم. معمولا فلاسفه میان از همین تعریف واجب الوجود شروع میکنن و سعی میکنن ببینن که با توجه به ویژگی بدون علت بودن واجب الوجود میتونن چه ویژگی‌های دیگه‌ای رو براش تعریف کنن. من نمیخوام که ما این مسیر رو بریم، بشینیم مثلا یه سری بحث عقلی سنگین بکنیم که ویژگی‌های واجب الوجود چیه، آخرش هم خودمون درست نفهمیم که چی به چی شد. ما از اول بحث‌های دفاع عقلانی گفتیم که ما میخوایم با چیزهایی که میدونیم زندگی کنیم. نمیخوایم فقط یه سری بحث عقلی کنیم آخرش هم نفهمیم که خب حالا این چه کار به زندگی ما داره. مثلا دونستن این که واجب الوجود بسیطه یا اینکه اجزایی داره چه تأثیری روی من میتونه داشته باشه. در کل خیلی خوبه ها. بالاخره آدم با دونستن این مسائل فلسفی به آگاهی‌هاش اضافه میشه. من که خودم اصلا دیوونه استدلال‌های فلسفی ام. ولی ما میخوام یه مسیر یه مقدار شهودی تری رو بریم که برامون ملموس‌تر باشه. با این حال میخوام توی این قسمت یکم اون مسیر صرفاً عقلی رو معرفی کنیم و ببینیم که فلاسفه چه مسیری رو میرن و چه صفاتی رو از فرض بدون علت بودن واجب الوجود میتونن براش استنباط کنن. اولین ویژگی بدیهی که باید واجب الوجود داشته باشه اینه که حتما ازلی و ابدیه. چرا میگیم ازلیه؟ یعنی همیشه بوده. چون اگر فرض کنیم که همیشه نبوده بعد بگیم که یه زمانی به وجود اومده و بعد سوال پیش میاد که چه چیزی باعث شده که در اون زمان به وجود بیاد. یعنی انگار به یه شرایطی برای به وجود اومدن نیاز داشته، نیاز به یه علتی داشته و خب این با فرض واجب الوجود در تناقضه، چون واجب الوجود نیاز به هیچ علتی نداره، پس حتما ازلیه، یعنی همیشه بوده. واجب الوجود باید حتما ابدی باشه، یعنی تا همیشه باشه. چرا؟ چون اگر فرض کنیم که تا ابد نباشه باید بدیم که یه زمانی نابود میشه. این یعنی که شرایط و عللی وجود داره که باعث میشه وجودش حفظ بشه و اگر اون شرایط و علل دیگه نباشن نابود میشه و خب این با فرض واجب الوجود در تناقضه. پس واجب الوجود حتما ابدیه. پس موجودی که برای وجودش نیاز به هیچ شرط و علتی نداره همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود. اگر ما بخوایم این صفت واجب الوجود رو با صفاتی که قرآن به خدا نسبت میده مقایسه کنیم، یه جورای ازلی و ابدی بودن به این جمله قرآن نزدیکه که میگه هو اول و آخر، یعنی اینکه خدا اول و آخره. صفت خالق بودن هم برای واجب الوجود به طور تقریبی به دست میاد. بالاخره ما داریم فرض میکنیم که واجب الوجود یه موجودیه که منشأ همه موجودات عالمه، یعنی بقیه موجودات به خاطر این موجوده که هستن. بنابراین این صفت خالق بودن به معنی اینکه بقیه موجودات رو به وجود آورده از تئوری واجب الوجود در میاد. صفت بعدی که میتونیم بهش نسبت بدیم قادر بودنه. بزرگترین کاری که در عالم انجام شده، یعنی به وجود آوردن کل عالم، باعثش واجب الوجود بوده. یه جورایی واجب الوجود منشأ همه کارهایی هست که در عالم انجام میشه. یعنی میتونیم بگیم که این موجود منشأ تمام قدرت هاست و قدرتمندترین موجودی که وجود داره. اگر بخوایم ببینیم که مثلا دیگه چه صفاتی رو از قرآن میتونیم یه جورایی به واجب الوجود نسبت بدیم، میتونیم به نوعی غنی بودن و بی‌نیاز بودن از سایر موجودات رو صفت واجب الوجود بگیریم. حداقل از لحاظ بحث وجود داشتن و هستی، این مخلوقاتش هستن که بهش نیاز دارن که اونها رو موجود کنه. اون به چیز دیگه نیاز نداره که خودش موجودش کنه. خودش ازلی و ابدیه و هست. این بحثایی که الان داریم میکنیم اینا اون بحث اصلی ما نیست ها. صرفا داریم یه گذری میزنیم ببینیم که مثلا چه نتایجی میشه از فرض واجب الوجود گرفت، چه صفت‌هایی رو میشه بهش نسبت داد و همینطور هم ببینیم که چه صفت‌هایی رو نمیشه بهش نسبت داد. مثلا ویژگی‌های ازلی و ابدی بودن و خالق بودن خیلی سریع از فرض واجب الوجود استنباط میشه،
اما مثلا از توصیف واجب الوجود به این سادگی تکلم در نمیاد. اینکه بگیم واجب الوجود حرف میزنه، کتاب میفرسته. حالا فلاسفه دیگه به این مقدار کم که ما اینجا صحبت کردیم قانع نمیشن. این بحث ویژگی‌های واجب الوجود رو خیلی مفصل ادامه میدن. میگن که درسته که ما این صفات رو بلافاصله از واجب الوجود به دست میاریم، اما اگر یکم دقیق‌تر بشیم شاید بتونیم به صفات دیگه‌ای هم برسیم. مثلا فلاسفه میگن که واجب الوجود باید بسیط باشه، یعنی نمیتونه خودش از یه اجزایی تشکیل شده باشه. واجب الوجود هیچ اجزایی نداره. چرا؟ چون اگر اجزایی داشته باشه یعنی برای به وجود اومدن نیاز به اون اجزا داره. مثلا باید اون اجزا در کنار هم قرار بگیرن تا واجب الوجود رو درست کنن. و خب این با فرض واجب الوجود که به هیچ علتی برای وجودش نیاز نداره در تناقضه. پس واجب الوجود بسیطه، یعنی هیچ اجزایی نداره. بعد دوباره حالا که به این نتیجه رسیدن که واجب الوجود نمیتونه اجزا داشته باشه و باید بسیط باشه، از این ویژگی استنباط میکنن که پس حتما باید این واجب الوجود یکتا باشه، یعنی نمیتونه دوتا ازش وجود داشته باشه، حتما باید یکی باشه. و خلاصه این مسیر استنباط رو ادامه میدن و انواع ویژگی‌های مختلف رو برای واجب الوجود به دست میارن و یه جورایی میرسن به صفاتی که ما مثلا توی دینی مثل اسلام راجع به خدا میگیم. ولی خب این روش خیلی شهودی نیست. آدم یه چیزای جالبی توش یاد میگیره ها، اما شاید خیلی از لحاظ حسی نتونیم باش ارتباط بگیریم. ما میخوایم سعی کنیم یه مسیر رو بریم که بتونیم یه ارتباطی باش برقرار کنیم. ولی حتما اگر علاقه به بحث‌های فلسفی دارین میتونین این مسیری که فلاسفه میرن رو مطالعه کنین. واقعا بعضی جاها هیجان انگیز و جذاب میشه. من خودم موقعی که دیدم چجوری از بسیط بودن واجب الوجود یکتا بودنش رو به دست میارن خیلی لذت بردم. شما هم اگه به بحث‌های فلسفی علاقه دارین حتما لذت میبرین. ولی خب هیچ وقت هیچ فیلسوفی نمیتونه بگه که تونسته وجود خدای اسلام رو مثلا ثابت کنه. حد اکثر میتونه بگه که یه چیزی رو ثابت کرده که یه جورایی شبیه همون خداییه که در اسلام عبادت میشه. نمیتونه بگه که واجب الوجودی که ثابتش کرده مثلا یه کتابی مثل قرآن رو برای پیغمبر فرستاده که مردم رو هدایت کنه. این که کسی بخواد به قرآن معتقد بشه و اعتقاد پیدا کنه که این کتاب از طرف خداست، بیشتر از این که از راه این استدلال‌های عقلی به دست بیاد، از راه تجربه ممکنه که به دست بیاد. یعنی مثلا من میام این قرآن رو میخونم و به یه شکلی مثلا قانع میشم که این قرآن رو یه آدم نمیتونه نوشته باشه و احتمالاً ادعایی که توش شده که از طرف خداست درسته. در نتیجه کسی که میخواد اعتقاد به قرآن پیدا کنه باید مسیرش رو یکم تجربی تر کنه. وگرنه مثلا امکان داره که من خودم یه فیلسوفی باشم که نشستم فکر کردم، صفات واجب الوجود رو دونه دونه و با تفکر به دست آوردم، بعد بیام شروع کنم یه کتابی بنویسم و ادعا کنم که از طرف خداست. برای اینکه مردم هم باور کنن بیام صفاتی که از واجب الوجود قبلا خودم استنباط کردم رو توی اون کتاب بیارم. مثلا از زبون خدا توی اون کتاب بنویسم که میگه که من خالقم، ازلی و ابدیم، یکتا هستم. بعدش بگم که دیدین من دارم راست میگم که این کتاب رو خدا گفته، چون داره خودش رو با همون صفاتی که ما با عقلمون بهش رسیدیم توصیف میکنه. پس اینو میخواستم بگم که فلاسفه با عقلشون میرسن به این که یه چیزی وجود داره که هیچ کدوم از این موجوداتی که ما در جهان میبینیم نیست. اونه که خالق بقیه موجوداته و این موجود یه سری صفات داره. بحث‌های فلاسفه میتونه ما رو به توصیف یکی از ادیان از خداوند نزدیک کنه، اما فقط در حد همین نزدیک کردنه. حالا من توی قسمت‌های بعدی میخوام سعی کنم به جای اینکه این بحث‌های عقلی رو ادامه بدم، سعی کنم یک کاندید برای واجب الوجود تعریف کنم و بگم واجب الوجود میتونه که همچین چیزی باشه و اون چیزی که تعریفش میکنیم باید یه چیزی باشه که ما یه جورایی بتونیم حسش کنیم. خیلی خوب، این قسمت رو من همینجا تموم میکنم. توی قسمت بعدی بحث رو ادامه میدیم. حتما نظرتون راجع به این قسمت رو برام کامنت کنین. سعی میکنم همه کامنت ها رو بخونم و اگر این مباحث رو دوست دارید حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید. میتونید اون زنگوله کنار سابسکرایب رو هم روشن کنید تا هر وقت ویدیو جدید گذاشتیم یوتیوب بهتون خبر بده. لایک و سابسکرایب شما هم به من انگیزه میده که این روند رو ادامه بدم و بیشتر ویدیو ضبط کنم، همین که کمک میکنه که یوتیوب این ویدیوها رو برای افراد بیشتری نشون بده و رفقای بیشتری پیدا کنیم. میتونید این کانال رو به دوستای خودتون هم معرفی کنید و توی این مسیر به من کمک کنید. از طریق کانال دفاع آندرلاین عقلانی توی یوتیوب، تلگرام و همه پیام‌رسان‌های ایرانی میتونید ادامه مباحث رو بشنوید.